یک دو سه هلو کلام خوش اومدید. هلو من خوش اومدید. الان منتظر چی؟ سورپرایز باشه. چشاتون رو ببندی. چشا بسته میاد تقلب نکن. چشا بسته دودن چشا بسته میاد چشا بسته چشا بسته میراست. من دارم میبینمت. چشاتون رو ببندی. من اومدم. دودن نگاه نکنی. دودن چشا بسته. من اومدم. چشا بسته. دیدین. چشاتون رو بسته. ما اومدیم با یه سورپرایز جدید دیگه. حالا بریم باز کنیم اسباب بازیاشونو ببینیم توش چه خبره. این چیه؟ اوه این تخم دایناسوره بچه ها. ببینید اینم دست دایناسور ازش اومده بیرون. حالا بازش کنیم. یکی از معضلات همیشگی من. باز کنیم ببینیم چه خبره. هورا وای چقدر خوشگله تخمش. باز کن از اینجا باز کن. در داره بکشش بیرون. اوه اینم برای هورا. اوه چقدر دایناسور داره توش. وای باید اینا رو درست کنیم. خب اینا رو بذاریم اینجا. آره باز از اینا داره باید درستش کنی. این هم برای دوران. میراث بیا اینجا پاشو صرفا اینجا واسه پاشو صرفا. آها خوبه. خب الان دوتاتون هم مثل همین خوشبختانه. اینا انگشترم بچه ها. وای چه باحال. میران اینا انگشترهای وحشتناکن. انگشترهای ناسوری هن. ببینی اینجوری باید دستمون کنی. اوه بیا میراث اینجوری باید دستمون کنیم. بیا دستتو آفرین دوره. اینا رو باید کوچولو کنیم اینجوری فشار بدیم. خب اینجوری میکنی تو دستمون. اوه به درد مامانشون بیشتر میخوره. بیا میراث اینو با دستت. اوه اینا اسکلتشن. این خودشه. اینا این وریا اسکلتشن. 1 2 3 4 5 6 7 تا سر ناسور داره با 7 تا اسکلت. اینا رو هر بسته رو 480 خریدیم فکر میکنم. خیلی چیز خوشگلیه ولی اینکه کار انگشتر رو میکنه آره فکر کنم کوچیک هم میشه. کوچیک بشه خیلی جالبه. دوران بیا دستت کن ببینم اندازت شد. آها آره این بری دستت کن. اوه دوستش داری؟ خیلی خفنه. لاک‌پشتکا داره؟ این لاک‌پشتکا نیست اینا ناسوره. بیا اینم دستت کن. و اینکه اگر سورپرایزی هم هست که مثلا اسمش سورپرایزیه 2 تا بستش هم مثل هم بود. یا شانس ما بود یا کلا مدلش همینه. یه کار میکنم که اندازتون بشه. دست منه. دست تو نیست دست ناسوره. دست منه.
این دستت همش انگشترهای ناسوره، این دستت هم همش فسیل ناسوره، اسکلت ناسوره. آره؟ نه هنده بزنه هنده خود هایی نخورم اینا هم فسیلاشونن، فسیل همین انگشتراست. هیا بیا بزنگی بکا بیا بابا بزنگی بوم اولش زیاد خوشم نیومد ازش، فکر میکردم چیز بی خودی خریدیم، ولی الان که تو دست خودم کردم به نظرم جذابه. حتی میتونیم خودمونم دستمون کنیم، مثلا اینو دستمون کنیم. ماما نمیذاری؟ اینم تخمش که هر اسباب بازی رو بخوای میتونی داخلش بذاری. مرسی که ما رو نگاه کردین. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. ممنونم. ماما ببر بده من ببر. خب میراث، حالا نوبت شماست. باید بگی مرسی که ما رو نگاه کردین. اونجا به دوربین بگو. به دوربین. مرسی ما نگاه کردی آفرین. شما هم بگو مرسی که ما رو نگاه کردین. به دوربین نگاه کن بگو. بلند. مرسی که ما رو نگاه کردین.